مرسی. برای شما یه مثبت میذاریم قربت رو. خب بیایم سراغ من اینکه بچه‌های دیگه هم تریگر بشن برای اینکه جواب بدن، مثبت ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. خب بریم سراغ سلول بعدی. تو بافت همبر می‌بینیم پلاسما سل. ویژگی پلاسما سل چیه؟ کسی یادش هست؟ شما پلاسموسیت خونده بودیدش تو دوران دبیرستان اگر اشتباه نکنم. همونی که میگفتن بزرگه بعد تیکه تیکه میشه اونه؟ بزرگ هست تیکه تیکه نمیشه. نه ماستوسیت تیکه تیکه نمیشه که خودش یه سلوله. خب مرسی ممنونم. اینا خیلی شبیه همه اسامشون، ممکنه شما اشتباه کنید. درسته بچه‌ها پلاسما سل در حقیقت سلولی هست که از چی ایجاد شده؟ سلولی هست که از لمفوسیت بی ایجاد شد. سلول های لمفوسیتی بچه‌ها کوچیکن، هسته بزرگی دارن و این هسته تیر است. درسته؟ این لمفوسیت بی. لمفوسیت بی قرار چیکار کنه؟ هدفش چیه؟ تولید پاتن یا آنتیبادی. اوکی. آیا خودش میتونه این کار رو بکنه؟ یه سلولی هست که هستش هتروکروماتینه، یعنی نمیتونه پروتئین بسازه. پس این باید تبدیل بشه به یه سلول دیگه. سلولی که نسبتاً بزرگتر هستش به کناری رونده شده و هسته حالت صف ساعت بهش میگن یا چرخ عرابه بهش میگن. نگاه کنید بچه‌ها، جوری هسته آرایش پیدا کرده که شما هتروکروماتینی رو در قسمت‌های محیطی می‌بینید و یوکروماتینی رو به صورت یکی در میون از هتروکروماتین دارید می‌بینید. یعنی اگر محیطش رو نگاه کنید یکی هتروه، یکی یوه، و به این صورت و حجم بیشتر این هسته حالت یوکروماتینی داره. اما آرایشش جوری قرار گرفته که میگیم هسته حالت صفحه ساعت یا عرابه چرخ عرابه است. اوکی، قبول تا اینجا. حالا این سلول میتونه چیکار کنه؟ آنتیبادی ترشح کنه. آنتیبادی ساختارش چجوریه؟ پروتئین دیگه. پس این سلول از ویژگی‌هاش چی هست؟ هستش رو حالت صفحه ساعتی. خب ساختار چیش زیاده؟ خب بچه‌ها ریبوزوم رو ما باید مشخص کنیم. آیا منظورمون ریبوزوم‌های آزاد سیتوپلاسمیه یا منظورمون شبکه اندوپلاسمی که خشن؟ شبکه اندوپلاسمی که خشن هست. آری که می‌نویسم منظورم شبکه اندوپلاسمی که خشن هست. خب دستگاه گلژیش هم هست که فعال باشه و میزانش زیاد باشه. پس این از ویژگی‌های سلول پلاسما سل. بچه‌ها شما پلاسما سل رو در داخل مخاط بدن دارید. مخاط یعنی چی؟ یعنی لوله‌هایی که در داخل بدن هستن. خب مثلا اگر من نشون بدم اینجا مثلا نایی میخوام بکشم، خب این اپتلیوم میشه. اوکی، اپتلیومش چه نوعیه؟ آفرین، چیه کاذب؟ باری کردم مطبق کاذب. باید اسم فامیل اپتلیوم ها رو درست تلفظ کنیم. درسته؟ اپتلیوم مطبق کاذب هستش. خب بافت همبند زیرش یه بافت همبند سسته. حالا دربارش حرف میزنیم. توی این بافت همبند و همبند زیرترش خب اینجا ما انواع سلول های که داریم اسم میبریم رو میتونیم داشته باشیم. فیبروبلاست، فیبروسیت، غیره. خب از جمله سلول های پلاسما سل. یعنی در حقیقت توی این منطقه آنتیبادی ها هم تولید میشه. چرا؟ چون لوله های درون بدن ما با آنتیژن های مختلفی در ارتباط هستن. نای یه حفره یک لوله باز هست به محیط بیرون. درسته؟ خب پس ما پلاسما سل ها رو در
کجاها میتونیم ببینیم؟ در بافت همبند سوس تنفس، خب دستگاه تنفس، همینطور دستگاه گوارش، اینجا البته بچه‌ها نصف اومده، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و غددی که ترشح میکنن هم اینها رو میتونن یعنی به بیرون بریزن که حالا ویژگیشو بعدا میگیم که چجوری هستش. غدد چشمی، غدد بزاقی، غدد برست یا پستان، اینها ترشحاتشون در داخلشون آنتیبادی های ترشحی A وجود داره. حالا موارد دیگه هم از انواع آنتیبادی های دیگه وجود دارن که دربارش بعدا صحبت می‌کنیم. تا اینجا اوکیه بچه‌ها؟ خیلی. پلاسماسل ها رو نگاه کنید، هستش چه ویژگی داره؟ هستشون آرایش هتروکروماتینیش رو میتونه ببینید بچه‌ها که هتروکروماتینی به صورت یک خط در میان در اطراف قرار گرفته. بچه‌ها این سلول ها هستکشون هم بازه است. چرا بازه است؟ چون سلولی هست که پروتئین سازی انجام میده. خب بریم سراغ سلول مستل. مستل ویژگیش چیه؟ کجاها هست؟ چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ واکنش‌های آلرژی. واکنش‌های آلرژی به واسطه سلول‌های مستلی ایجاد میشه. مستل‌ها شما تحت عنوان ماستوسیت اینا رو خونده بودید. درسته، قبلا با عنوان ماستوسیت ها خونده بودید. بچه‌ها از خیلی از جهات مستل ها مشابه سلول های بازوفیل هست. سلول بازوفیل چیه؟ یک نوع بلبول سفیده باری کرده، یک نوع بلبول سفید هستش. هر دوی اینها تو زمینه آلرژی نقش دارن. چرا؟ چون در داخل خودشون گرانول هایی دارن که این گرانول ها ویژگیش چی هست؟ ویژگی‌ها در داخلش هیستامین، هپارین، وجود داره در داخل این گرانول ها. و ترشح اینها باعث چی میشه؟ باعث ایجاد حساسیت میشه. حالا مستل هایی که ما داریم دو دسته هستن بچه‌ها. مستل هایی که مثلا در داخل چی هستن؟ در داخل بافت همبند پوست هستن و اطراف عروق رو گرفتن. پس این مستل ها رو من دو دسته میکنم. یه دستش مستل های دور عروقی، برای مثال در داخل بافت همبند پوست. شاید بعضی از شماها این چیزی که میگم رو تجربه کرده باشید. مثلا به بند ساعت حساسیت داشته باشید. یا خانمایی که به نقره، طلا، نمیدونم بدلیجات حساسیت داشته باشن. این واکنش حساسیتی ناشی از چی هست؟ مستل های دور عروقی هست که در داخل بافت همبند پوست قرار دارن و اینها در داخل گرانولشون همون هپارین و هیستامین رو دارن. وقتی اینها ترشح میشن چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که نفوذپذیری عروق خونی افزایش پیدا میکنه، التهاب ایجاد میشه، نشت پلاسما از داخل عروق خونی اتفاق میفته، گرما، افزایش جریان خون ایجاد میشه، درسته؟ و اون حالت حساسیت پوستی رو رقم میزنه. پس هیستامینه باعث چی میشه؟ باعث گشادی عروق خونی، ادم و غیره میشه. خب و هپارین هم در داخل اینها وجود داره. هپارین چی هست؟ در حقیقت بچه‌ها میزان زیادی گلیکوز آمینه سولفاته داره. خب در داخل ساختارش و باعث ضد انعقاد خون میشه. خب حالا ما یه دسته دیگه از مستل ها هم داریم. بهشون مستل های مخاطی میگن. مخاط گفتم یعنی چی؟ یعنی اپیتلیوم و بافت همبند سوس. مثال زدم مثل نای، مثال زدم مثل دستگاه گوارش، درسته؟ مخاطی ها مستل هایی هستن که میتونن باعث حساسیت هایی در منطقه مخاط بشن، یعنی لوله های درونه بدنمون. خب اینها ویژگی که دارن چی هستش؟ اینها
در داخلشون هیستامین دارن در داخل گرانول هاشون و کندرویتین سولفات. کندرویتین سولفات چیه؟ این هم گلیکوزامین گلیکانه. گلیکوزامین گلیکان چیه؟ مولکولی هست قند بالایی داره و ساختار سولفات توش هست. حالا بعدا انشاءالله درباره‌اش صحبت می‌کنم، احتمالاً جلسه آینده. جزء موادی هست که توسط سلول‌های فیبروبلاستی ترشح میشه. تا اینجا اوکیه؟ بریم در رابطه با مسئله‌ها یه دور مرور کنیم با هم دیگه. احتمالاً قبلا شما خوندید، میدونید و میتونید به من کمک کنید. زمانی که یه مسئله بخواد تحریک بشه و گرانول‌هاش رو به بیرون بریزه، خب باید قبلش بدن با اون آنتیژنه مواجه شده باشه. مثلا با نیش زنبور، درسته؟ برای اون نیش زنبور یه سری آنتیبادی ترشح میشه که از نوع چی هست؟ IgE هست، پاتن ای هستش یا ایمونوگلوبولین ای هست. اوکیه؟ خب میاد اونو خنثی میکنه. ایمونوگلوبولین های بیشتری که از ای باقی مونده تو بدن چه اتفاقی براشون میفته؟ میرن به صورت رسپتورهایی روی سلول مسه و سلول‌های بازوفیل میتونن قرار بگیرن، مخصوصا در رابطه با نسل‌ها. خب اینجا این گیرنده وارد است. اوکیه؟ بار دوم زنبور باز نیش میزنه. آنتیژنش وارد بدن شده. حالا آنتیبادی از قبل روی سطح مسل ها وجود داره. آنتیبادی وجود داره. آنتیژن میاد رو آنتیبادی میشینه. یه سری فعل انفعالاتی اتفاق میفته، واکنش‌هایی در داخل سلول بقیه قشای سلول اتفاق میفته که باعث میشه که گرانول هایی که در درون مسل ها هستن آزاد بشن. درسته؟ این گرانول ها آزاد بشن. خب این گرانول ها که آزاد میشن البته یه سری واکنش های تولید لوکوترین و غیره رو هم داریم. این گرانول ها که آزاد میشن در داخلشون همون هپارین هیستامین رو دارن که گفتیم که واکنش های آلرژی رو ایجاد میکنن. حالا مثال بزنیم از واکنش های آلرژی. برای مثال آسم یک واکنش آلرژی در دستگاه تنفس هست. درسته؟ یا مثلا برای مثال یکی از واکنش‌های آلرژی خیلی شدید چی هست؟ شوک آنافیلاکسی هست. توی شوک آنافیلاکسی چه اتفاقی افتاده بچه‌ها؟ واکنش آلرژی به صورت سیستمیک داره عمل میکنه. خب اگر لوکال و موضعی باشه فقط مثلا یه منطقه از بدن دچار ادم، خارش، سوزش و واکنش آلرژی میشه. مثلا همون مثالی که در رابطه با بند ساعت زدیم. اما اگر سیستمیک باشه چه اتفاقی میفته؟ عروق خونی متصل میشه، پلاسمای زیادی از داخل عروق خونی خارج میشه، یه دفعه فرد دچار چه میشه؟ افت شدید فشار خون میشه و میتونه خیلی خطرناک هم باشه این قضیه که به صورت شوک آنافیلاکسی هستش. درسته؟ این واکنش‌هایی هستش که در رابطه با سلول‌های مسل میتونیم بهش بپردازیم. مسل‌ها رو نگفتم. نکته چیه؟ خاصیت متاکرومازی. خاصیت متاکرومازی هست. خاصیت متاکرومازی یعنی چی؟ یعنی که نگاه کنید بچه‌ها، ما انتظار داریم با رنگی که رنگ آبی یا بنفش هست، مثلا مثل تولویدن بلو، خب این رنگ ما مسل رو میایم چیکار میکنیم؟ رنگش میکنیم. انتظار داریم گرانول‌هاش رو به رنگ بنفش ببینیم، اما شما دارید گرانول‌ها رو به رنگ قرمز میبینید. خب این حالت رو بهش میگن متاکرومازی. چرا؟ به خاطر اینکه سولفات و اینها توش زیاد هست، قندهای سولفات توش زیاد هستن و یه تغییر رنگی رو ایجاد میکنه. خاصیت متاکرومازی رو شما هم در رابطه با سلول‌های مسل می‌بینید و هم در رابطه با سلول‌های بازوفیل. وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید سلول‌های مسل و بازوفیل تو خیلی از کارها با هم مشترکن و خیلی از ویژگی‌هاشون شبیه به هم دیگه است. برای مثال گفتیم واکنش حساسیتی رو ایجاد می‌کنن. اینجا هم همینطور. خب
چرا دو تا سلول مختلف پس ما داریم اسم میذاریمش؟ چون به خاطر اینکه از لحاظ دودمان سلولی، سلول اجدادیش که تو مغز قرمز استخوان هست، اینها دو تا سلول متفاوت بودن. وگرنه از لحاظ عملکردی این دو تا سلول مشابه همدیگه هستن و در واکنش‌های آلرژی و حساسیتی ایجاد می‌کنن. خب تا اینجا اگر سوالی هست بچه‌ها بپرسید.